محترم حضوری کانال و شما دوستو خواستیم یک اندکی هم باشد تقریبا طول یک 40 دقیقه با شما یک صحبت کنم دوستان عزیزم مخلصایی که هر بار افیره ما رو انتظار هستید میخواید ما افیر کرده با شما صحبت کنیم و برای شما خواستم در همین منطقه دویم استادیه ما منتظری کسی هستم خواستم با شما کمی هم باشد همسو شما دوستان عزیز ما کسانی که در افیر ما میدارید پیوست میشوید شما رو خوش آمدید میگم دوستان عزیز رحمت برای اولین لایکتون دوستی عزیز ما کسی که نباشید خدا شما رو نگهدار باشد سفر و 97 سلام گفتم و علیکم سلام و رحمت الله بر اکوی سفر 97 ضمیر شکرزاد درود خداوند بر شما بود درود خداوند نیز بر شما بود آقای ضمیر شکرزاد زنده و سلامت باشید مولبوزاری مسجد سلام علیکم گفتم و علیکم سلام دوست عزیزی ما خدا در کسب کار شما برکات دهد مولبوزاری مسجد این کس شخصیتی هستند که ما از همین کس دیده تعصب کرده میگویم که تعصب به یاران از همین کس تعصب کرده ما همین بازارها در آمده برای دوستو نوار کردیم و همین خیلی عادت شده مونده است هر چهارشنبه حتما رفته پوشک در زیر اگر سنگ هم باشد حرکت میکنیم رفته برای دوستو از مول بزرگ یکم چسکه نوار گیریم خداوند در کسب کاری اکوی مول بزرگ مسجد که اکوی بابور کسب کارشون خداوند برکات دهد اینچنین با سپانسر کانال ما که سلیم علم هستند در خودی کم کراسنیرس کار و فعالیت میکنن خداوند در کسب کارشون در تن جانشون صحتی سلامتی برکات رو سرازیر کنند رحمت برای دستگیریاتون که هر بار افیر میدارم هم خیلی و گفت روسا است که اکتیو نیستی در هم خیلی افیرها خداوند شما رو نگهدار باشد دوستان کسانی که اگر ندونن اینجا کجا حتما در کامنتر نویسن که اینجا کجا باشد دوستان عزیزی ما میرزا یعقوب گفتن که السلام علیکم و علیکم السلام بر اکوی میرزا یعقوب زنده و سلامت باشید اکو هر جا که باشید خدا شما رو نگه دارد دیم ماسک سلام گفتن و علیکم سلام بر اکوی دیم ماسک زنده و سلامت باشید محمد سلام علیکم برادرای مسشاهی و علیکم سلام در سیمای شما تمامی شخصیتی که ما رو نگاه میکنن دوباره سلام علیکم میگم و علیکم السلام خالقیان سلام رسونید بچه های دویم زنده و سلامت باشن علیکه اولین شخصیت این مکان فهمیدن که کجا هست زنده و سلامت باشن اکوی خالقیان هر جا که باشن مولبوزار مسجد زفیر مبارک شود گفتن رحمت دوستی عزیزم خداوند نصیب کرده است که کمی هم باشد این ماشین قطعی میگردیم عزیزای دوستو امران شادیف سلام حضرت از یکترینبورگ چی حال دارید و علیکم سلام بر شما و هر یکترینبورگنگی که زندگی میکند کار فعالیت میکند مهاجرای ما خداوند همشون حفظ امانش نگهدار باشد امیرشاد دولتов سلام همسایه قشلاق و علیکم سلام زنده و سلامت باشن همسایه قشلاقنگی ها یک بنده الله السلام علیکم اکو نازه تینجه چی حال دارید در این ماه رمضان خدا را شکر با فضل خداوند با فضل رحمت خداوند در همین روی زمین گشتیم الحمدلله میریم کار میبینیم این طرف اون طرف اینچنین با دعاهای شما دوستان عزیز ما یک بنده الله گفته این ماشین خودتونه البته ماشین در نام من است اما ماشین اینی برادر است برادر حاضر در همون فدراسیون روسیه هستم معلوم نه کی آمدنشون گفتن که همین پولی من گم نشه و $2 این ماشین برای من خریداری کنید
رفته گرده تا ما آمدنه که نمیدم که میبیان نصیب اسفندیار. سلام علیکم اکای عزیزم، مکتبی مسجد بوستان گفتم نرفتید، مکتبی یکی در نظر داریدن دوستان اسفندیار. خدا خدمش بنابرد. ولی پیش مکتب میرم اونجا چی میگم من هیچ سیام کارت داشت گفته اما اونجا با کاغنیکا رایان است. خیلی نصیب باشد حتما نوار میگنیم دوستان. این مینه شما کجاش در نظر دارید نوار کردنش؟ همون جایی که در نظر دارید با ما همون چیزا دیده رسیت کنید که شما البته با گمان شما در اونجا یادداشت های دارید میخواهید که همون چیزها رو یاد کنید. مثلا نمیدونم پیش تورنیک همی، پیش زال همی، بسیتکه همی، اون چی هم خیلی باهاتون باشد اگر حتما وای میکنید دوستان عزیز ما. سلیم علاموف. السلام علیکم اکا خوبید؟ نوروز را کشادیم ماشاءالله، خداوند قبول کنند روزتان. حاضر برای ما وقت هست برای روزه کشادن. اسلام سلام از خبرس. و علیکم سلام بر شما و به کلی بینندوی ما که در خبرس هستند، خبردار نیستن که ما افیر کرده هستیم. خدا نگهدار اون باشد دوستان عزیز ما. شهاب رحیمزاده سلام، ناز شما راحت دوست عزیز ما. شهاب رحیمزاده. میرزا یعقوب قند زنید بود هوا چی برد؟ راست که بود هوا این تیرزی ماشین بینید حالا میفهمه شما. من راستی گپ خواستم کمی کیش کنیم، پخت پنبه‌دانه کیش کنیم. یک 3 روز پیش چیگیتای تر کردیم و همین کمی آب بیرون کمی درون. امروز قریب 3 روز میشد که خیلی بورشات پی هم چیگیتار هم ویران شدن، بتون سبز ایدیم، بتون دومه کردن اوای با گویم چیگیتا برک شد. که خداوند هر چی خواسته باشد که جای برآمدی چیگیتا بوده دوستی عزیزی ما. بود هوا راستی گپ بارون نبارد یک بار به فقیر میریزد بارون، همه جا رو آب میگیرد. لایق زمانو سلام گفتن. و علیکم سلام آقای لایق زمانو. سلام السلام علیکم اکای شیر به کسم کردن خدا برکت دیم. دوستان عزیزی ما همین سلام و گفتگی آدم. این کسی هم یوتیوب کانال دارن میخوان کانال پیشرفت کنن. حاضر من اگر شود همین اکام همچون مادراتور میمونم سلکی کانالشون شود اگر گذارن. و سیاب چی گفت شد که назначить модератор. سلام حاضر برای شما به فکرم کلیچه می بیاید. شما میتونید سلکه کانالتون گذارید، سلکه کانالتون گذارید در همین چت گویم. شخصیتی که خوان اگر کانال شما مهمان شوند حتما در آمده شوند دوست عزیزی من. سلام عبدالعلی آدینزاده السلام علیکم. و علیکم سلام شادروز یارو سلام. و علیکم سلام ملک رحمت. رسیانای زرافشان پول جمع کردیم برای مت برای گوشتینگ دستگیری کنید اعلام کنید داملا. ولی دوستان عزیز ما از نام ملک رحمت از زرافشان اینا میخوان که مت برای تمرین یعنی گوشتینگ همین چیزا و برای تالار ورزشی گویم پول جمع کرده از حاضر باز برای سال آینده گویم. اونجا همت خطاتون گذاره شخصی که از زرافشان هستید.
السلام علیکم به کلی ما مردم غریب. و علیکم سلام بر کلی شما مردم غریبی که در غریبی ها هستید، به یاد وطن هستید. زنده و سلامت باشید. نمیدونم چی به این وای شده، کانالش وای کلید نداد برای شما. یک بار دیگه من میسنجم، نزنچین مدیراتور، ویدوشی مدیراتور. مول بازار مسجد مبارک شد. 5000 پادپیش دوستان، به میلیون پادپیش رسید. الهیم رحمت دوست عزیزی، من مول بازار مسجد راست گپ ندیده بودم که 5000 شده است. تخمین 5000 شده است. کسی باشه 5000 مین پادپیش که ما خوش آمدین دوست عزیزی ما، زنده و سلامت باشن. سلیم الان اینجا به فکرم نو نه دوستان، اینجا خیشای چسکه زنده و سلامت باشن. همیشه بازار اینجا شبم بیاید اگر در دویم چسکه گویم یگان چی نمره کارتر میمانه. گفتن خدا خواهد این چیز برای این کار یک نوار مخصوص کردن در کار اکای ملک رحمت. SMS 2211 سلام علیکم تینجا نزد سلامتی ها نز کارو خوب خدا را شکر. اسفندیار ها اکا مکتبی یک اسفندیار دیرکتر شناسه. نمی فهمیدم شناس از دیرکتر پرسته با کدام مقصد مثلا میرید که میگوید با کدام مقصد تو اینجا رو نوار کردی. این چیزا عادی نیده. پگه در بالا منم شکایت کنه دیگه سری من گرم مینم. با این چیزا را فهمیدن در کار که چی با چیکو چی خیل اون با راستیگه چیزا کمی وای دارد، مسئولیت نوکی دارد. خسرو بیگ یارو سلام علیکم و مردم مسجد سامانیان، ماه شریف رمضان مبارک. رحمت به شما نیز مبارک باشه. این رمضان برای روزه‌دارا آن رمضان باشد که گناه های آنها رو در این ماه رمضان خداوند عفو کرده باشد، که توفیقشان کرد توبه کرده گناهاشون رو بخشیده باشد که با یک ورق تازه یک حیات زندگی خوب برند. چی در همین وطن عزیز ما باشن، چی در بیرون وطن عزیز ما باشن، الهیم همیشه خوشحال و خوشنود باشن. صلح و ثبات در تمام دنیا پرافشان باشد. اسفندیار ها اکا چند سال شد یاد کردیم اکا جون انشاءالله. ملدای ولک URG السلام علیکم نازه تینجا سلامتی ها چخه مونده های کارا. رحمت دوست عزیزی ما ملدای ولک. شیرخان دولت من عبدالنظر نظرов شما یک رفته پیش فرهنگی جماعت مسجد پیش بلنیسی غیورов با دیرکتور فرهنگی جوربای همصحبت شوید که از اولی دیرکتوران فرهنگی کی بودند. زنده و سلامت باشند اکوی نظر رو. اسفندیار سویه سوسته گویا اکا جون چسبی ساده گفتی برادره اشسکی دو می کراجد اکا. راست گفتید دوباره کراجی ساده. فرید جان سلام. اینجا کجا باران زداست می؟ بله دوستم باران منه زداست. اینجا نزدی بزرچه دویوم شسکه. حسین سلام علیکم. سیف الدین نبی سلام علیکم از شهر کراسنایارسک. سلامت باشد برادر، زنده و سلامت باشد شما نیز. طاهر سلیمان و لایق زمانم در کجا باشند؟ با طاهر سراغ دارد گوید. همه چخال خونه خورده برای خاطر شما
خوش میگم. او خنک گرگ فرام اومد. زنده باشن. من کانال سلام سیلور خل شد مصاحبت کنید داخل همون دوست باشه نکرو جیگر بارون انی کم کم باریده ایستاده است با یک شخ میکنن یک بس میکنن رنگ همین افتی من کمی میچسبه با کمی وای میکنم. زهرالدین سلام علیکم و علیکم سلام دوست عزیزی ما و سپانسری این کانال خیلی سپانسر رو میگن کانال علمی عکای شادی محمد زهرالدین خداوند در کسب کارتون خداوند برکات دهد. ایلین در پوتون در این مسافرت خار نخلد که آزار بینه. دوست عزیزی ما شادی محمد زهرالدین عبدالناظر شریف زاد سلام علیکم و علیکم سلام. شیراز ظریف سلام علیکم و علیکم سلام. دوراندش سلام دوستان خسته نباشید. شما نیز خسته نباشید دوست عزیزی ما دوراندش. همین منطقه رو شناخته دوراندش که خوبتون برای ما. نیلوفر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشن. شیرخان دولت نوسید مهمونای عزیز خدا زنده و سلامت باشن. سلام خدا شما رو نگه دارد. بابا بیبی سلام تینجت خوبه خدا رو شکر دوستی عزیزی ما. در نام عزیز شما گردم چه نام زیبا بابا بیبی زنده و سلامت باشه. یا دمکش من رفتن میشه بگیرم. من پسری دکتر صاحب جان زنده و سلامت باشید. پسری دکتر صاحب جان من کمی از ماشین پایان شدم. یک دوست عزیز دکانی بابای سلیم یک وقت نوار کرده بودم از همین دکانی بابای سلیم که خیلی پر از میوجات است. زنده و سلامت باش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده و سلامت باشید دوستان. من دکانی بابای سلیم یک وقت رکلام کرده بودم. اینجا دستاوکه هم هست. مردم دیگه مشاسکه میتونید این میوه های تر و تازه در این دکان خریداری کنید و تا در خانهاتون میبرن دوستان. من کلوبنیک هم آمده است دوستان. زنده و سلامت باشید. انشاءالله نداشتید ها؟ انشاءالله دارم. انشاءالله تشکیل کنم. یک دو قشو تشکیل کنید. یک کمی هم باشه خودتون در باغ‌های جنت حس میکنید دوستان. کسی غوره رو یاد کردی بود دوستان. من غوره برای شما برای شما غوره. این غوره کجا؟ غوره خوجان. غوره خوجان مردم خوجان خداوند داد است. نه نه آبکشون نکنه دکتر. آبکشون نکنه که ما اینا رو فقط در صورت ها میبینیم. ام منطقه دویم بله دوستان. اسرار حسین کارهاتون خوبن بله دوستان. کارو الحمدلله خوب. همین دکانی بابای سلیم یه روز ما گفته هیچ به کلم نمیده شما میگم من چو کردم اکو همین منطقه سامانیان سلام رحمت دوستان.
سلیم جان حاضر مخلصی دستی چلسی هیا. بله. انا علیکی. بله. خلفنای چند پول گفتیم؟ کیلوش 40 سوم. نرخی سیمشکا. راست دیگه حاضر 40 سوم هم گفتیم که پولی نیست. زنده و سلامت باشه دوستان عزیزمون. نداره شما میشه اولا. صبح کردیم بابا. تموم کرده پگاه خدا. ای که مرا میگم دکان بینم میوام. پس سلامت باشه بابا. افطارم نزدیک شده تو بازار هم جمع کردن. السلام علیکم. احمد بیگ صالح زاده. انور حاجیف سلام. احمد بیگ صالح زاده السلام علیکم. دستافکا برای منطقه یکم دستافکا دارم. اکوی چیزا رو در منطقه یکم همیشه دستافکا دارم. اونجا همون دکان اسرار خوجه است که همین چیزا رو دارم. همینجا دوستان همین چیزا رو در همون دکان دارم. میتونه شما نیز دارم اونجا وای کنید خریداری کنید زکات میکنید برای شما همون دستافکا میکنن تو در خانه‌تون. حاضر یک سامانی پول نه راست میگه که پول اصلا از دیرام سر میشه. از یک دیرام سر میشه. مقصدی من این بود که منمون پول گویم کم ایده برای یگان چی خریدم یگان چی خرم گوید 40 سومون اما پول نیست. السلام علیکم. سوره انشالله نداره نه نه تمام کردیم. وایس میگه تو سوره سانتوش بالا سارنه. زبیر باربی سلام علیکم. اکو عبود باشید زنده و سلامت باشید. اکوی زبیر باربی خداوند هر قسم کار شما برکت بیاره. دوست عزیز زبیر باربی اکو انشالله یک کلو نداره نه؟ کتالوگ تو هزار ساعت نمیدونم. نه اینجا اکو سب شامپو سب چنده آجی؟ سب اکو های 5 سومونه های 12 سومونه. 5 تا 12 سومون سب. راست دیگه نیوکسادی هم چند دکان گشتم انشالله نیوکسادی هم اما قطیش 7 سومون هست. یک قطی کلانش یا 8 سومون هم خیلی نه. الهام دولت. السلام علیکم برادرو. خواهش میکنم 2012 و 2013 خدمت کرده باشن. یک بار من گویم کمتر صحبت نه با هم خدمتون. در گارنیزون چرخداران کسی خدمت کرده باشد. در گارنیزون چرخداران کسی خدمت کرده باشد. این کس که افضلیت است. یک صحبت امروز کردیم یکم به فکرم یک هم خدمتشون سراغ دارم. حکام انشاءالله داره. علاجی کشودنش نیست ها؟ علاجی کشودنش نیست؟ خطی کلون در کو توشنو در هندوستانه. اوه یه یکی دیگه مانته سانسوم این دستم خوب ماشین نگم. من یک تای خلاص این مایدیش 5 سوم. قیمت شده؟ یا گرموش زیاد آره. این دهر گره نموشاوید بکن. سرکان دیگه. سلامت باشید اصلا. ولی دوستان اینجا هندوستان هست.
تبریک با 5000 подписчик. تبریک رحمت دوستان. روز دیگه هنوز 490 چند بوده، نه که فراموش کردم کنترل کنم که کیه 5000 خیلی نصیب. امین جان تیوی اکو در جای بارون، این بارون در منطقه دویمش است که مسجوبه. بچه 40 نفر این پاتیسکو خلاص کردن سال قیمت شالا 40 نفر توپ شدن. زنده و سلامت باشن دوستان عزیزمو. توشن در هندوستان بله این خوندیم شیرخان دولت به همین مسافرات تنی صحت خاطر جمع ارزو دارم. عبدالنظر نظر و خبر است ام مسجو. زنده و سلامت باشه دوستان عزیزمو. و فکرم مورم با گفتی روسا که زکرگلیم سا چون که افطاری مورم نزدیک شده هوای به همه تحسین میگم من به همین سوداگرهای خوجندی سلط فروش رو خودی همون خوجند اومده همین مردم مسجد به سلط تامین شود گفته همین جا اونده سودا میکنم دوستا. زنده و سلامت باشن. گوشت 85 تومان لحم اگر کسی با زینترسا بینی باشد گوشت با چی گپ دارم رزگرد دارم. اوش خورید اوپل حاضرم های که بله دوستان اوپل حاضرم در خانه قرار دارم. ماشاءالله خطیچه ما خلاص بودنم سال قیم حال او رو میرم سیباز گمش دیگه میگرن استادم به من میدونم راگیری صحبت میکنم. ساعتی چند افطار است؟ ساعتی 7 تقریبا. او 58 هم خیلی باری نیده. او تا میرم و گم میشه دست میرم شیراز گم میشه. دوستا تقریبا 10 دقیقه دیگه با شما صحبت میکنم در همین نزدیک دوکانی مرکزی تجارتی دوستی و همین خداحافظی میکنم چون که ما جای رفتنمون در کار در اونجا سویاز نیست برای خاطر هوای 10 دقیقه همین کامنتاری آخران شما رو میخونم و همین خداحافظی کنید که دوستا که چی میگود با در دلاتون نماند که ما نفت درآمدیم اینا برآمدن گفته دوستا. زنده و سلامت باشید. در رمضان گفتیم کولاب به پیش و فرورن نرخی گوشت راست دیگه حاضر پرس 40 سومون کنجاره همون دیگه راست دیگه همین حاضر همون گاوداره هم کم در قین شدگه از همین سال شاید گوشت به همین نرخ باشد دوستان. زنده و سلامت باشید. محسوب 1980 و رحمت گوشت فروش ها با رمضان به ارزانی کردن ثواب میگیرد انشاءالله. هستن و بعضی ها ارزان میکنن. بگدن ایوان سلام علیکم امین جان تیوی افطار دا با اوشای اکا. بله دوستان مسجد 1980 بابای محمد در بقین تون کی است؟ در بقین هم اکام اگر اکای من شناسید اگر میگه اکای من بشه من نامشون فیروز کسی شناسد اگر. زنده و سلامت باشن. خداوند دولت اکام زیاده کنه. رحمت بابا بوی
خوب میلش مایده خیلی گفتن گره دوستان عزیز، چون که وقتی ما خیلی کوتاه موندگی هستن. محیدین عمرов بابا بیبی با دوستا مولا کریم سلامی آتشین مرا رسانید. انشالله یار زمان بچه به مانند همه یک بچه دیدم داشتمش که کار شما رو حل میکنم. پرسه میگه من بچه عبدالرازقم و هم به همون بچه مانندی داشتی ها. من اصلا پسی همون درخواست شما هستم. اکوی بابا بیبی محیدین مرا سلام از مسافران کراسنیارسک و علیکم سلام. انوشیروان رجبزاده سلام علیکم. عثمان ابراهیمov سلام علیکم. محمد جان و علیکم سلام. مامور ندیرov سلام و علیکم سلام. سلام گوید. سلامتون گفتم. سلامت باشن. مولا ایوب مولا طالب اکوی محمد ماشین نو گرفته. بله دوستان منم کل در نشوه بدست کلام. زنده و سلامت باشید. خیلی منت دارم. راه کرا چند شد بوستان یکمش است که هم مثل همیشگی دوستی عزیزی ما، مثل همیشگی. قربان یارم سلام علیک حاجی ساز تینجر رحمت دوستان. دوستا به فکرم با شما خداحافظی میکنم، چون که وقتی مورم خیلی تنگ آمده رسید. هوا میریم ما جای مهمونی میریم. هوا با همون تریتوری که من میدارم عموما سیاس نیست، چون که کمی در پستی قرار داده. موج در اونجا موج اینترنت نیست، موج تلفن کردن هست، اینترنت نیست. انوشیروان رجبزاده هر کس که افیر در اومد لایک پخش کنید. دوستو دیر کردید. یگان روز فرصت باشد ویدیو کرده در ادنکلاسی که های کنید انشاءالله. اشتهای صاف حاجی رحمت کلاب تراویح ختم کل میشه در مسجدهای مسجد. بله میشه، تنها در مسجد مرکزی میشه، در اونجا شده ایستاده است. سلامت باشید. ما را هم نصیب کند رحمت. ایوب جان شما هم نصیب کند پناه خدا رحمت. نفسم کردم دوستان. سلام علیکم دوستان، خوش آمدید به بازار ما. باران رحمت است برادر. نرخ انگور نپرسیدید. 7 سامان بود انگور 7 سامان بود. من مرکزی سودای دوستی همیشه برای شما در خدمت است دوستان. این رکلام به پول برای مگزین دوستی. السلام علیکم البصری گفتم. و علیکم سلام. خیر در امان خدا باشه. شیراز ظریفوف سلام علیک. و علیکم سلام. 36 به 36 بر افزوده است مسابقه. یعنی لایک و بیننده ها. افطار نشد. همین چیزش در دارم که شما کم شد. من راست گفت افشه دلم نمیشه وقتی که همین خیلی اودیتور من نگاه میکنن من با اونها خداحافظی میکنم. انظار شریفوف سلام علیک. 10 دقیقه دیگه مونده است تا افطار. خدا خواهد با بعد یگان روز برای شما دوستا افیر میکنم. زنده و سلامت باشید. واقعی در امان خدا باشید دوستان عزیزی ما. خیر اون می نویسید با من نمیتونم برم. نه اکای مغزون بگ اودینه زاده سلام علیکم. سلامتی و سوز خوب شما رحمت دوستان پناه خدا.